سلام، من عرفان علوی‌دی ام. اینجا ویمون پلاس. اگه خاطرتون باشه توی پارت قبلی راجع به این صحبت کردیم که مذاکره چیه و ما چطوری میتونیم مذاکره کنیم و برسیم به وین وین واقعی یا برد واقعی. گفتیم که شنونده خوبی باشیم و گفتیم پرسشگر حرفه‌ای باشیم. توی این مرحله راجع به این صحبت می‌خوایم بکنیم که امتیاز دادن در مذاکره یعنی چی و چطوری میتونیم ما تبادل امتیاز کنیم و با طرف مقابلمون شروع کنیم به امتیاز دادن. قبل از اینکه شروع به امتیاز دادن کنیم و یا گرفتن امتیاز، به این نکته خیلی مهم باید دقت کنیم. به خط قرمز هامون. اگه خاطرتون باشه تو ویدیوی قبلی هم راجع به این موضوع صحبت کردم که ما برای اینکه بتونیم بفهمیم طرف مقابل چه خواسته ها و چه نیازهایی داره، باید صبور باشیم، بشنویم و حرفای طرف مقابل رو خوب گوش کنیم. ولی وقتی خط قرمز هامون رو به طرف مقابلمون میگیم و خط قرمز هامون رو براش بیان میکنیم، میدونه که ما رو چه چیزهایی حساسیم. مثلا دروغ گفتن یا مثلا یک اسباب بازی یا گوشی موبایلتون. اون برای اولین کاری که میخواد انجام بده اینه که میاد سراغ همون چیزی که برای شما خط قرمزتونه و از این طریق شما رو آزار میده. پس بنابراین ازتون خواهش میکنم برای گفتن خط قرمزهاتون صبور باشین. توی میز مذاکرات میگن هیچ وقت خط قرمزهاتون رو نگین مگر این خط قرمز اصولتون باشه. حتما براتون سوال پیش میاد که اصول چیه؟ اصول رو تو میز مذاکره به کوه‌ها مثال میزنن، کوه‌هایی که غیر قابل حرکتن و جابجا نمیشن. اصول هامون رو میتونیم فریاد بزنیم، مثلا پدر و مادر، مثلا اینکه کسی حق نداره راجع به پدر و مادر من صحبت کنه، این هم اصول منه و من راجع به اونها هیچ بحثی با کسی ندارم و هیچ مذاکره‌ای باهاش نمیکنم. درسته، این رو میتونید داد بزنید. ولی وقتی که یک سری چیزهایی دارین که خط قرمز هاتون هست و اونها رو میگین و امکان داره تکونش بدین. مثلا یک اتفاق جالب امکان داره شما PS5 داشته باشین که این کسی به دستش دست بزنه عصبانی بشین، ناراحت بشین و بگین کسی با دسته این دست بزنه من ناراحت میشم، این خط قرمز منه. خب تا کی میخواین تنها بازی کنید؟ یه وقتی هم دوست دارین که برادرتون، خواهرتون، دوستتون، پدرتون، مادرتون هم با شما بازی کنه. پس مواظب این باشین. وقتی خط قرمز هاتون رو میگین و اون رو میشکنید، آدم‌ها یاد میگیرن که میتونن خیلی راحت به خط قرمزهای شما حمله کنن. شما هم راحت از خط قرمزاتون عقب نشینی میکنید و اجازه میدین وارد خط قرمز هاتون بشن. پس لطفاً خط قرمز هاتون رو نگین تو میز مذاکره. صبور باشین که اگر لازم شد گهگداری ازش رد کنید، طرف مقابلتون نفهمه که تونسته خط قرمز شما رو رد کنه و تونسته به شما برتری پیدا کنه. خاطرتون هست که گفتم دانشگاه هاروارد میگه آدم‌ها در روز 70% با خودشون مذاکره میکنن. یکی از این مذاکرات اینه. با خودتون شروع کنید به مذاکره کردن. در دنیای مذاکره بهش میگن چک لیست پیش از مذاکره. شروع کنید یه کاغذ و قلم بردارین، ببینید چه چیزهایی رو میخواین توی میز مذاکره با طرف مقابلتون مطرح کنید. چه مواردی مهمه که باید گفته بشه، چه چیزهای نقطه ضعف شماست یا چیزهای نقطه قوتتونه، از طرف مقابلتون چقدر میدونید، اخلاقیاتش رو میدونید، زمان مناسب مذاکره کردن باهاش رو میدونید. چرا یه قراره مثلا با پدرتون مذاکره کنید، وقتی از کار میاد، از سر کار برمیگرده خونه، اجازه بدین یه چایی بخوره، یه استراحتی بکنه و بعداً شروع کنید باش مذاکره کردن. وقتی داره در وا میکنه، خسته یه روزه، همون موقع بابا و بیا با هم مذاکره کنیم، قطعا شما اون جوابی که دوست دارین رو نمیگیرین. احتیاج هست در میز مذاکره آرامش وجود داشته باشه. شروع کنید به نوشتن سوالاتی که قرار از طرف مقابلتون بپرسین، سوالاتی که قرار از شما بپرسین از خودتون که طرف مقابل اگر از من این رو پرسید و اینطوری جواب شنیدم چیکار کنم، یا اینکه اگر مخالفت کرد با حرف من آیا میتونم گزینه دیگه ای داشته باشم. توی مذاکره بهش میگن بتنا، best alternative هایی که به ما کمک میکنه ما توی میز مذاکره ازشون استفاده کنیم، ازشون میتونیم وام بگیریم و ازشون استفاده کنیم برای رسیدن به اهدافمون. میتونیم که اگر مثلا دوست داریم یک سینمایی بریم یا یک مسافرتی بریم، بیایم و اینجا یک امتیازی به پدر و مادرمون بدیم. توی میز مذاکره تو بعضی جاها بهش میگن به هم واسه همدیگه لقمه بگیریم، یه لقمه به اون، یه لقمه برای من. بهش بگیم که پدر، من
دوست دارم یه مسافرت برم. به نظر شما باید چه کنیم که این مسافرت با هم دیگه بریم؟ و ببینید نظر پدرتون چیه؟ چه چیزی برای ایشون مهمه؟ شاید نوشتن مشقاتون، شاید خوندن درستون، شاید کارهای عقب افتاده‌تون و این موارد برای ایشون مهم باشه. پس شروع کنید به وین وین و حرکت کردن به سمت جلو و آماده کردن چک لیستی که بتونه شما رو آماده وارد میز مذاکره کنه. حالا وقتی که شما وارد میز مذاکره شدین و قراره با هم دیگه امتیازها رو رد و بدل کنید، هیچ وقت همه امتیازاتون رو یه جا نخواین. هیچ وقت خواسته هاتون رو یک جا نگین، دونه دونه بگین. توی دنیای مذاکره بهش میگن کالباسی. به کالباس فکر کنید. اسلایس کوچیک کوچیک میذاریم لای ساندویچ. تا دیدین یه کالباس گنده رو این کارو بکنیم؟ نه. شما اگه بخواید یه کالباس گنده رو از یه نفر بگیرید میفهمه که شما یه کالباس بزرگ رو دارین ازش میگیرید. پس خواهش میکنم شروع کنید به ریز ریز کردن کالباس. آروم آروم ازش اینا رو بگیرین. و همینطور هم خودتون. اگه اهل کتاب خوندن هستین، یه آقایی هست به نام آقای کریس کرافت که کتابی داره به نام تکنیک‌های مذاکره. میگه حرکت با قدم‌های آهسته. میگه آروم آروم امتیاز بگیرید یا امتیاز بدین. بچه که دفعه همه امتیازها رو هم ندین. یه امتیاز بدین، یه امتیاز بگیرید. توی میز مذاکره میگن بده بستون وجود داره، گیو اند تیک وجود داره. حالا یه سوال، حتما امتیازها باید برابر باشه؟ خیر، نه، اصلا. امکان داره من 1% و شما 99% امتیاز رد و بدل کنیم و این برای من فوق‌العاده است. همون 1% میتونه برای من 100% ارزش داشته باشه و حس خوب رو به من بده. فکر کنید که من و شما قراره بریم یه قله‌ای رو با هم فتح کنیم. من وسط رو خسته میشم و خب شما هم به این تکیه کرده بودین که آدم بزرگتر با همونه. من میگم اگه میشه شما برین قله، من تا اینجا هواتون رو دارم، فقط یه لطفی هم بکنید این پرچم منم تو قله‌ای که رسیدین به زمین بکوبین که منم فکر کنم قله رو فتح کردم. پس بنابراین میشه امتیازها رو رد و بدل کرد. به این فکر کنید که چه امتیازهایی دوست دارین بگیرین، چه امتیازاتی حاضرین بدین. اونایی که حاضرین بدین رو شاید طرف مقابلتون نخواد، شاید امتیازهای بیشتری بخواد، به اونام فکر کنید. فقط اون چیزایی که براتون مهم نیست رو تو میز مذاکره نخواین امتیاز بدین. شاید مجبور باشین چیزهایی که خیلی هم براتون مهمه توی امتیاز دادناتون بدین تا حس مهمتر به دست بیارین. ما برای خریدن یک خونه چی از دست میدیم؟ پول. چی به دست میاریم؟ امکانات. خونه به دست میاریم. ما برای خریدن یه ماشین مدل بالا شاید 2 برابر ماشینی که الان سوار میشیم پول بدیم. چی به دست میاریم؟ امکانات. چی از دست میدیم؟ پول. یعنی همیشه همینطوریه. ما یه چیزی رو از دست میدیم، یه چیز گرانبهایی رو از دست میدیم و حس بهتری شاید گیرمون بیاد. پس مواظب این باشیم تو میز مذاکره. چیزایی که به درد شما نمیخوره شاید اصلا تو میز مذاکره به هیچ دردی نخوره. شما باید بهترین چیزها رو ارائه کنید تا بتونید چیز بهتری بگیرید. یه موضوع دیگه هم در مورد امتیاز دادن بهتون بگم بچه‌ها. و اون اینه که امتیازها با هم برابر نیست عزیز من. یعنی چی؟ یعنی امکان داره که چیزی که برای شما خیلی با اهمیته، خیلی خاصه، مثلا یه رباتی درست کردین، خیلی روش زحمت کشیدین و می‌خواید تو میز مذاکره به من بدین و جاش من اسی بگیرین. برای من اهمیتی نداره. اون چیزی که از نظر شما خیلی با اهمیته شاید از نظر طرف مقابلتون کاملا بی اهمیت باشه. شما خیلی بولدش میکنید و اون اصلا واسش مهم نیست، اصلا این امتیاز رو دوست نداره. مواظب باشین. اول ببینید چیا دوست داره. ازتون خواهش میکنم بعد کلاس یه سرچی راجع به جعبه سیاه بکنید، یا اگه میدونید که خیلی هم عالی، جعبه سیاه هواپیما وقتی سقوط میکنه وای میسن تا جعبه سیاهش پیدا بشه. بعداً نظر میدن که چرا این هواپیما افتاده. لطفاً حتما با جعبه سیاها مذاکره نکنید. جعبه سیاها رو باز کنید، اطلاعات ازشون استخراج کنید و طبق اطلاعاتی که دارین امتیازات رو رد و بدل کنید. اگر ما با این روش جلو بریم، اگر دنبال این باشیم که خواسته ها و نیازهامون رو بگیم و خواسته ها و نیازهای طرف مقابلمون رو بشنویم، اگر اولویت بندی درستی برای دادن امتیازها داشته باشیم و بدونیم کی باید امتیازهامون رو خرج کنیم و به طرف مقابل بدیم، مذاکره بسیار آسون میشه. ولی کسی که در میز مذاکره نمیدونه با چی شروع کنه، چطوری ادامه بده، امتیازاتش رو کجا خرج کنه، متاسفانه بازنده میز مذاکره است. هیچ وقت نمیتونه شباهت‌هایی که داره و اختلافاتی که داره با طرف مقابلش رو پیش ببره و سعی کنه که اختلافات رو برطرف کنه و شباهت‌ها رو ادامه بده. لطفاً در ذهنتون به یک شریک تجاری فکر کنید. بزرگ شدین، یه شریک تجاری می‌خواید بگیرید، دوستتون، برادرتون، حتی پدرتون.
میشینید با همدیگه صحبت میکنید که یک اتفاق خوب رو شکل بدین. و این راجع به جزئیات زیاد حرف نمیزنید، راجع به موضوعاتی که بعداً اتفاق میفته زیاد صحبت نمیکنید. همونها میتونه برای شما پاشنه آشیل یا اهرم فشار باشه در آینده و شما رو آزار بده. عزیزای من، قبل از شروع کردن به یک شراکت، قبل از شروع کردن به یک کار مشترک، قطعاً راجع به این فکر کنید که امکان داره در کجاهای این شراکتمون، این کار مشترکی که میخوایم انجام بدیم، ما به مشکل بخوریم. راجع به مشکل هاتون روی کاغذ بنویسید، سعی کنید حلش کنید و نذارین اختلافات در آینده سراغتون بیاد. یه جمله معروف داره مذاکره، میگه که بیشتر تعارضات به خاطر انجام ندادن مذاکرات در روز اوله. اگه مذاکرات به خوبی انجام میشد، ما هیچ وقت به تعارضات و اختلافات نمیرسیدیم. پس باید به این قضیه خیلی دقت کنیم. اگر میخواین یک مذاکره عالی داشته باشین، یک مذاکره وین وین واقعی داشته باشین و بتونید مسیر خودتون رو برای رسیدن به اهدافتون هموار کنید، لطفاً و حتماً شنونده و پرسشگر خوبی باشین. امتیازها رو خوب رد و بدل کنید و سعی کنید قدم بردارین برای رسیدن به یه هدف مشترک.